رقابت‌های فوتسال که میان 4 تیم از 4 زون کشور در شهر کابل از سوی یکی از رادیوهای خصوصی برگزار شده بود، با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل و نایب قهرمانی صحت عامه بغلان به پایان رسید. در دیدار نخستین رقابت‌ها نماینده کندهار به مصاف نماینده خوست رفت و با انجام عملکرد خوب بازی میان دو تیم 3-3 مساوی پایان یافت. در فاینال این بازی ها نماینده های کابل و بغلان برابر هم به میدان رفتند و با انجام بازی جذاب و تماشایی جوانان میهن کابل با نتیجه پرگل 6-2 از صد صحت عامه بغلان گذشت و قهرمان این رقابت ها شد. یکی از خوبی های این مسابقات ازی بود که رفت و برگشت بود. ما در طول هفته که به ولایت خود برمیگشتیم بر سر نقاط ضعف خود کار میکردیم و این مسابقات باعث ازی شد تیم ما پیشرفت قابل چشمی داشته باشه که بتانم در مسابقات پیش رو موفقیت بیشتری کسب کنم. استعدادهای خوب میتونم که از اینجا به تیم‌های ملی شو کنم یا نشان بدم. خب با تیم بسیار موثر بود، میتونیم به برنامه‌ای که بعد از اینجا داریم به ما میتونیم که در اینجا آماده تر شویم و میتونیم در اینجا خوبتر ظاهر شویم. در همین حال اشتراک کنندگان حاضر در این مسابقات برگزاری این چنین رقابت‌ها را مهم دانسته و میگویند که چنین رقابت‌ها میتواند فرصت خوبی باشد تا بازیکنان بتوانند با دیگر تیم‌ها بازی کنند و مهارت‌هایشان را به نمایش بگذارند. واقعیت خیلی خوب است. از ولایات همجوار کشور وقتی حاضر میشن و سطح فوتسال بازیکنان کابل تماشا میکنن، واقعیت برشان تجربه برای از اونها هم است و با بازیکنان که از کابل هستن و بازی ولایات همجوار تماشا میکنن، برای از اونها هم یک تجربه خاص کسب میشه. همچنان مسئولان برگزاری این مسابقات هدف از راه اندازی این رقابت‌ها را ایجاد فضای همدلی و صمیمیت میان بازیکنان دانسته و می‌افزایند که برگزاری این چنین مسابقات در جهت رشد استعداد ورزشکاران تاثیرگذار است. هدف از برگزاری رقابت‌ها ایجاد فضای همدلی، صمیمیت و برادری میان ورزشکاران از اقشار مختلف از ولایت افغانستان هست و این رقابت‌ها بدون شک میتونه که برای رشد فوتسال افغانستان تاثیر بسزایی داشته. قابل یادآوری است که این رقابت‌ها به شکل لیگ و به گونه رفت و برگشت میان تیم‌های جوانان خوست، قایم کندهار، صحت عامه بغلان و جوانان میهن کابل به مدت 4 هفته به میزبانی شهر کابل برگزار شده بود.